به راهنمایی ویدئویی ما درباره مشارکت در انتخابات سال 2024 اروپا خوش آمدید. در این ویدیو به تفسیر فرآیند رأی‌دهی خواهیم پرداخت. از بسیاری جهات انتخابات اروپا در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشابه است. همه می‌توانند رأی دهند و انتخابات مستقیم، آزاد و محرمانه است. در اینجا به طور خاص بر نحوه عملکرد فرآیند رأی‌دهی در آلمان تمرکز می‌کنیم. هرچند همه شهروندان اتحادیه اروپا را تشویق می‌کنیم که در مورد فرآیند رأی‌دهی در محل اقامت خود تحقیق کنند و در آن مشارکت نمایند. فرآیند رأی‌دهی در آلمان: در انتخابات پیش رو آلمان 96 نفر از 720 عضو پارلمان را انتخاب خواهد کرد. در ادامه توضیح می‌دهیم چه کسانی چگونه و کجا می‌توانند رأی دهند. تمام ساکنان بالای 16 سال که گذرنامه آلمانی دارند، از جمله شهروندان آلمان و اتحادیه اروپای مقیم آلمان، می‌توانند رأی دهند. آلمانی‌های مقیم آلمان به صورت خودکار در فهرست انتخاباتی ثبت نام می‌شوند. آلمانی‌های مقیم خارج از کشور می‌توانند با تکمیل فرمی در مرجع محل سابق خود برای رأی دادن ثبت نام کنند. شهروندان غیر آلمانی اتحادیه اروپا که مقیم آلمان هستند این حق انتخاب را دارند که در کشور زادگاهشان یا در آلمان رأی دهند. برای رأی دادن در آلمان باید در مرجع محلی آلمان نام‌نویسی کنند. رأی دهندگان با ارائه اعلامیه انتخاباتی والبنچریچتیگونگ می‌توانند شخصا در حوزه انتخابی تعیین شده رأی دهند. میبایست این سند را که شامل جزئیات حوزه انتخابی شماست دست کم 21 روز پیش از انتخابات دریافت کنید. در صورت عدم دریافت با مرجع محلی خود تماس بگیرید. آنها همچنین میتوانند از طریق کارت رأیگیری رأی پستی را انتخاب کنند. بریف هال: اگر ترجیح میدهید از طریق پست یا حضور در حوزه انتخابی دیگری رأی دهید، میتوانید کارت رأیگیری درخواست کنید. ارائه کارت شناسایی یا گذرنامه الزامی است. سهولت استفاده برای افراد دارای معلولیت یا ناتوانی جسمی حرکتی. برخی حوزه‌های انتخابی مناسب این دسته از عزیزان هستند. در اعلامیه انتخاباتی خود میتوانید بررسی کنید آیا حوزه انتخابی شما از این لحاظ مناسب است یا خیر. اگر چنین دسترسی ندارد، میتوانید جهت رأی دادن در حوزه انتخابی دیگری تقاضا نمایید یا رأی پستی خود را درخواست کنید. قالب‌های ویژه‌ای برای رأی دهندگان نابینا و کمبینا در دسترس هستند. اعطای رأی در انتخابات پارلمان اروپا: شما به احزاب و انجمن‌های سیاسی آلمانی که با دیدگاه‌های شما همسو هستند رأی می‌دهید. این احزاب سپس با احزاب مشابه در سایر کشورهای اتحادیه اروپا همکاری می‌کنند. انتخابات از سامانه فهرست بسته استفاده می‌کنند که در آن قادر نخواهید بود ترتیب نامزدهای انتخاباتی را در فهرست اسم تغییر دهید. این فرآیند تضمین می‌کند که هر یک از شهروندان اتحادیه اروپا بتوانند از طریق نمایندگان منتخب خود در پارلمان اروپا در شکل‌دهی سیاست‌ها و قوانین اتحادیه مشارکت نمایند. برای مشارکت مؤثر از درک حقوق خود، فرآیند و نظام رأیگیری اطمینان حاصل کنید.